انسان کریم، انسان بزرگوار وقتی که تکلم میکند، وقتی سخن میگوید به کلام، یعنی در رابطه با مسئله کلام میگوید، سخن میگوید، مردم را به خیر و خوبی دعوت میکنه و یا ارزشی را برای مردم میگوید، ارزش اسلامی و انسانی را برای مردم میگوید، میفرماید که ینبغی ان یصدقه بالفعل، سزاوار این است که خودش اهل اون کار باشه، اهل اون خیر باشه، اهل خوبی باشه و اون چیزی را که میخواد به دیگر را بگوید خودش قبل از دیگران اهل عمل در اون مسئله باشد. یک انسانی مثلا خودش خدای نخواسته اهل خدعه هست، اهل فریب هست و اهل دروغ هست و اهل خیانت هست و صداقت نداره، بعد دیگران رو میگه که شما اهل صداقت باشین، اهل دروغ نباشین و اهل همسایه داری خوب باشین و اینها. میفرماید چنین انسان کریم نیست. اون انسان کریمی است که وقتی فضیلت ها رو میگوید، وقتی خوبی ها رو برای دیگران میگه، خودش میفرماید که یصدقه بالفعل، خودش در عمل نیست اهل این کار است. اون شاعر بزرگوار دیگه میگه که 200 گفته چون نیم کردار نیست، همین است یعنی.